راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور. فلان کار رو نکنید، فلان کس رو نبینید، فلان جا نرید، فلان چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از فلان قدر بیشتر نباشه. مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟ بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن. مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اونچه رو که میخواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره برای اونها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد شد. حالا اون 3 کشور اروپایی هم اعلامیه میدن، اعلام میکنن که ایران به تعهدات هسته‌ای خودش در برجام عمل نکرده. از این طرف یکی از اونها سوال کنه شما عمل کردید؟ شما میگید ایران به تعهدات خودش در برجام عمل نکرده. خیلی خوب، شما به تعهدات خودتون در برجام عمل کردید؟ بعد که آمریکا خارج شد قول دادید که یه جوری جبران کنید، زیر قولتون زدید. باز یه چیز دیگه گفتید، زیر قول اون دوم هم زدید. شما آخه بالاخره بیچشم و رویی هم یه حدی داره. But we have a situation with Iran that something's going to happen very soon, very, very soon. You'll be talking about that pretty soon, I guess. And hopefully we can have a peace deal. You know, I'm not speaking out of strength or weakness. I'm just saying I'd rather see a peace deal than the other. But the other will